بینندگان تلویزیون سیمای مستقل تاجیکستان، برنامه خانقاه باز مهمان خاندان شماست و امیدواریم که این برنامه روح و روان شما را بالنده و آب و هوای خاندان شما را خوب خواهد گردانید. موضوعی که ما امروز دست میکنیم این موضوع نیرو هست، یا که به زبان امروزه به زبان اصطلاح علمی آن را انرژی میگویند و البته انرژی نیرو سرچشمه هستی هست. پس نیرو را در خود جمع کردن، نگاه داشتن و آن را صرفه‌کارانه استفاده بردن مهارت و استعداد را طلب می کند. متاسفانه نه همه آدمان در این مسئله داننده آن مشکلات یا آن مسئله هایی که درباره نیرو هست کم هستند و ما می‌خواستیم که این دانش را به مردم بدهیم و مردم از آن بهره مند شوند تا اینکه نیروی خود را غنی گردانند، آن را جمع کنند و در قوه سازندگی آن را استفاده برند. بدانید و آگاه باشید که سرشت انسان از آن جمله بدن ما و شما با نیرو کار میکند و اگر نیرو نباشد سرشت فعالیت را سست میکند یا که عموما عضوها میتوانند که کار نکنند. پس چی باید کرد که ما به این چیز دقت بدهیم و آن را ما توانیم که با واسطه دستاوردهای پیشترین علم روحشناسی در خود نیرو را جمع کنیم و آن را درست و راست استفاده بریم. معلوم است که طبیعت انسان عبارت است از جسم، احساس، عقل، قلب و روح. برای تن البته خورد و خوراک نغز لازم است تا اینکه سرشت انسان تامین شود از نیروی عطیف و ماده های برای ساختمان بدن. برای احساس باشد البته نیروی محبت لازم است، مهر لازم است. برای عقل انسان باشد دانش و فهمش. برای قلب انسان باشد نیروی طبیعی، نیروی کائناتی که آرامی می‌آورد. و البته قلب انسان هم از نظم جمعیت قوت می‌گیرد. و برای روح انسان لازم است نیروی خداوندی. روح انسان نور تازه خدا را استعمال می‌کند. یک نیروی به نیروی دیگر نمی‌تواند که تأثیر سیرکننده رساند، هرچند که حالتش را می‌تواند که عوض کند. مثلا خوردن خوراک که قوه جسم است می‌تواند طبع انسان را خوش کند و عقل او را به کار اندازد. چرا که وقتی که یکی از سیستم‌های انسان ناصر هست، آن وقت می‌تواند تأثیر منفی به دیگر سیستم‌ها رساند. یعنی رسیدن نیرو به تمام بدن. حالا در تاجیکستان شکرانه امکانات است که هر یک انسان محنت کند و رزق روزی خود را یابد و به این واسطه طلبات نفسانی، طلبات شکم خود را قانع گرداند. و اگر در این حالت معرفت غذاخوری را ما درست میکردیم، میتوانستیم که فرزندان خود را از امجوسه و با قوت و قد بلند تربیت کنیم. چرا که ساختمان بدن از ماده هایی که در خوراک هستند ساخته شده است و ساخته می شود. و برای آنکه این بدن کار کند نیرو لازم است. نیرویی که در سوختن خوراک در سیکل کربسی که در هر یک حجره هست که آنها در میتوخندری های حجره هستند و سبب حاصل شوی عطیف می شود، در آن وقت درست تامین شدن سرشت ما و شما از عطیف و قوای کاری می شود. برای آنکه احساس، یعنی که طبع انسان خوش باشد، وقتش خوش باشد،
مهر و محبت و احترام لازم است. اینها هم برای معینه راست ما و شما که فعالیت احساسی ما و شما را تامین میکند قوه هستند. پس برای آنکه شما طبعتان دائم خوش باشد، شما بیشتر به مهر و محبت میل داشته باشید و مهر و محبت را البته از خود سر کنید. محبت میتواند که جسمی باشد که اگر این در جوانان نمیشد، هیچ وقت آنها مثلا به یکدیگر عائله برپا نمیکردند و زندگی یک جای نمیبردند. ما از همین مهر است که خداوند گفته از در سینه هاشون انداختیم و سببی دوام دادن نسل می شود. ولی مهر احساسی این دیگر است که این رو رودکی هنوز در دوره خود گفته بود که هیچ شادی نیستند در این جهان برتر است دیداری روی دوستان. در این حالت مهر احساسی است که به نزدیکان روانه شده است و البته مهر عقلی است به معلمان، به دکتران، به کسانی که ما و شما را به راهی میبرند و پیشوایی میکنند و زندگی ما و شما را درست میکنند. و البته است مهر قلبی. مهر قلبی یعنی روانی به وطن، به دین، به فرهنگ، به کشور خود می شود و البته مهر روحی که روانه شده است به خداوند. در معینه چپ ما و شما عقل ایستاده است که آن از حساب دانش قوت میگیرد و برای آنکه عقل انسان انکشاف یابد اینفرماسیون اطلاعات لازم است و عقل فقط از خواندن انکشاف مییابد. در نتیجه نشستن با عالمان، درس گوش کردن، خواندن، از خود کردن، این همه عقل انسان را غنی میگرداند و برای عقل برای معینه چپ قوت است. در معینه چپ فکری حاصل می شود که زندگی ما و شما رو روشن می کند و برای ما و شما یک محرکی هست که ما را از یک حالت به حالت دیگر می گذراند. و برای قلب البته وطن لازم است، دین لازم است، فرهنگ لازم است تا اینکه انسان بداند و قلب خود را آرام بسازد و برای روح نور خداوندی غذا است. پس برای آنکه ما و شما امروز نیروی خود را پر کنیم و همه طرفه سرشت ما و شما در حالت سرنوری، در حالتی که انرژی نیرو به او بسنده است قرار گیرد، پس ما باید به واسطه مشق‌های مخصوصی روانی که ما آنها را کارکرد کرده ایم قلب خود را، روان خود را نیرو ببخشیم که معینه سر فعالیت می کند و فعالیت آن را روان میگویند که به زبان علمی آن را پسیخیک میگویند و در این حالت نظارت درستی روان معینه سر بدن را سبب خوب شدن غذاخوری، نقص شدن حالت تعب شما، احساس شما و درست تفکر کردن فکر شما می شود. بنشینید درست در جای نقص و گوش به صدای ما بدهید که صدای ما شما را به حالت آرامی و آسودگی می آورد. بعد این شما می توانید که در خود سرشت خود را از همه گونه ماده های لازمی تامین کنید. احساس خود را پر از مهر و محبت سازید که در مناسبت با آدمان با مهر و محبت سببی وقت خوشی ما و شما می شود. چون که آدم وقتی که دوست می دارد معینه سرش داروی مخصوصی حاصل می کند. و چون آدم فهمیش داشته باشد که حیات ما و شما عبارت از آن است که ما اول جان هستیم، پس به رحم مادران خود می آییم و از آنجا تولد می شویم و در روی زمین زندگی می کنیم. مکمل می شویم و کمالات می رسیم. تن و احساس و عقل و روان و روح خود را غذا می دهیم و بعد که از این دنیا به شکم زمین می رویم، آنجا حیات خود را دارست، ولی در پارالل های دیگر و از آنجا باز که روز قیامت می گویند برمی خیزیم و سر می شود حیات قیامت و از آنجا هست دو راهی که یکی برد و مشکلات که خدا نگه دارد و دیگری برد به آبادی که ما آن را فردوس می گوییم و برای جان ما و شما دیدار با آفریدگار است.
بنشینید درست، آزاد و روشن، تا اینکه ما و شما توانیم نیروی قلب خود را به قوت سازیم. این مشق‌ها هنوز از دوره پیش گذرانیده می شدند و آنها که چون می رسیدند در این مشق‌ها دستاوردهای خوب می کردند، آنها را ولی اولیا یا دوستان خدا می گفتند که در هر منطقه تاجیکستانی عزیزی ما کسانی گرانده شدند که آنها را مردم احترام می کنند و آنها را اولیا می گویند و در نزد آنها دعا می کنند به خداوند که به حرمت دوستت دعای ما را قبول بکن هستند. پس هر یکی ما و شما می توانستیم که نامزدی خود را به دوستی خدا بگذاریم. برای این کمالات لازم است و یکی از واسطه کمالات این مشق‌های روانی هستند که حالا ما و شما پناه می طلبیم به سوی خدا و به نام خداوند بخشنده و مهربان سر می کنیم. به نیت مشق‌های روحی می شینیم و خود را در بین معینه سر قرار می دهیم. بدن خود را حس می کنیم که در یاد داشته باشید چون بیامد شمس تبریزی و بنشست همراه جلال الدین رومی، آنها 3 روز به یکدیگر می نگریستند و از یکدیگر نور استعمال می کردند. پس بدانید و آگاه باشید که انسان از خود نور خارج می کند و کدام نور را، این است مهم برای هر یکی ما و شما. هست کسانی که همراه شما میشینند، شما در نزد آنها بی‌طاقت و ناراحت میشوید چون که نور آنها نوری ویران کننده است یا قوت شما را آنها میخورند. ولی چون حالا نشسته اید و شما حلاوت از تن میگذرد که نوری است که ما و شما را پیوست میکند به شعور کائنات و البته صفت آن، درجات آن وابسته است از باوری ما و شما که باوری از چارچوبه عقل بیرون است، هرچند که باوری را عقل تولید میکند و باوری از عالم قلب یا روان است. چون بدن خود را شما حس میکنید، بدانید و آگاه باشید که میدانهای گوناگونی هستند که یکی از این میدانها میدانهای گراویتاسیونی هست که حالا بدن ما و شما را به طرف خود میکشد و البته ما به طرف زمین کشیده میشویم. این قوه گراویتاسیونی هست، قوه کشش زمین هست که ما و شما را از همه وزمینی و ناراحتی بدن خلاص میگرداند. سلام بر توی مادر زمین. و دیگر قوه‌ای که زمین و ما و شما را به خود می‌دارد، این قوه جاذبه آفتاب است که البته با ما و شما تاثیر دارد. از پوست سر و ستون مهره و تا دمغازه و از دمغازه به مرکز زمین در ما و شما آفتاب و زمین پیوست می‌شوند، مانند که فرزند پدر و مادر را در یک عائله می‌دارد. باز میدانی هست که ما آن را میدان احساسی میگوییم و ما با کسانی رفت و آمد میکنیم که آنها احساس ما و شما را مثبت میگردانند، وقتی ما و شما را خوش میکنند، ولی به یک احساس مثبت زندگی کردن نمیشود. و البته دوستان و نزدیکان و خشتبار ما و شما احساس ما و شما را پر میکنند که شما نوابسته از این البته رفت و آمد دارید، احترام دارید، مهر و محبت دارید، ولی این آخری ما و شما نیست. و البته ما در میدان عقلی یا ناسفیر زندگی میکنیم که آن را قسما ما از جمعیت خود میگیریم و خبر و اطلاعات هایی که ما و شما در آن داریم. بنشینید درست و آزاد و پیوست شوید و موجهای عقلی که معینه چپی ما و شما را بیدار میکنند و سبب آن میشود که ما و شما اکنون نه فقط به احساس و نفس بلکه باز مصلحتگری خوبی در سیمای تفکر و عقل خود میبینیم. و ما موجهایی داریم که آنها را موجهایی میگویند که نه تنها از جمعیت بلکه از اولادان ما و شما میآیند که آنها را اگریگور میگویند. قوه های اگریگورالی
که به ما و شما اثر میرسونند، چون که ما و شما باید بیاریم که اگریگوری SSR بود و هیچ کس در آن زمان ضد او برآمد کردن نمیتوانست، چون که این میدان اگریگورالی SSR کسی که ضد می برآمد آن را نیست میکرد. ما و شما در این رابطه داریم و اگریگورالی موجهای ما و شما اینها از نیاگان ما و شما اند و آن فرهنگ بزرگداشت ما و شماست که تصوف را و سیستم دین وارد ساخت، که ما و شما از آن قوت میگیریم و این قلب ما و شما را روشن میکند و ما پس میفهمیم که این نیرویی است که روان ما و شما را به قوت گردانیده. ما در تمام فعالیت‌های گوناگون خود همه وقت قوت داریم، چه در جسم و چه در مثبت بودن احساسات و چه در فهمیش بزرگ عقل و چه در آرامی و آسودگی روان یا قلب، که اراده ما و شما را کسی شکستن نمیتواند. داده شد به آن حالت‌هایی که ما و شما را گوناگون موج‌ها احاطه نمودند و آنها به ما تاثیرات مثبت میرسانند و ما و شما روز تا روز قوت گرفته، قوت ما و شما 10 چند شدن میگیرد و آن را ما روانه میسازیم به سازندگی جمعیت خود، آبادی آن و پیشروی عائله و کمالات شخصی خود. نیرو. امروز ما به نیروها پیوست شدیم و نیروی بزرگتری که ما و شما آن را اعتراف کرده ایم این میدان تارسیلی است، میدانی که آن از شعور کائنات می آید و آن میدان انفرماسیون اطلاعاتی است که ما بواسطه از خداوند موج میگیریم، نور میگیریم و آن ما و شما را خبر میکند. حتی در خوابهایمان ما و شما میبینیم که چی در پیش میشود و اکنون برای ما و شما معلوم شد که چرا بعضی آدمان میتوانند پیشگویی کنند. پیوست شده ایم و این نورها را بگرفتیم، چه برای تن، چه برای احساسات، چه برای عقل و چه برای روان و چه برای روح. البته فراموش نسازید جمعیتی که ما و شما داریم و در آن جمعیت ما و شما زندگی میکنیم و اکنون نیرو داشتن این جمعیت ما و شما که از برق عبارت است سبب بهبودی زندگی اجتماعی ما و شما می شود. پس اکنون شما فهمیدید که چرا دولت تاجیکستان کوشش دارد که نیروگاه برقی راغون را بسازد. این روشنایی خاندان ما و شماست و فراموش نسازیم از روشنایی روح که از جانب خداست، روشنایی قلب که آمده است از آن تفکری که نیاگان ما به فضا پرتافتند و البته نیروی عقلی، نیروی احساسی و نیروی جسمی. شما می توانید کامل باشید و ملتی مکمل داشته باشید. پس این مشق‌ها را پیشه خود گردانید و زندگی شما دیگر خواهد شد. امر خدا.